صدقه کردن 70 بلا را دور میکند. شخصی به خود نظر کرد که صبح نخستین کسی را که میبیند با او صدقه خواهد داد. چون صبح شد به زن روبرو شد و با مبلغ عطا کرد. مردم گفتند که آن زن فاحشه است. بعداً به مرد روبرو شده با او صدقه داد. چند نفر گفتند که این مرد بدترین شخص می باشد. روز سیوم نیز آن شخص خیرخواه با اولین کسی که روبرو آمد صدقه داد. معلوم شد که این شخص صدقه گرفته بسیار ثروتمند بوده است. صدقه دهنده خیلی آزرده خاطر شد. در خواب دید که خداوند متعال هر سه صدقه اش را قبول کرده است. آن زن فاحشه به سبب ناداری به عمل زشتی تنفروشی دست زده بود. وقتی صدقه را گرفت این کاری بد را ترک نمود. شخصی دوم دوست بود و با سبب تنگ دستی دزدی میکرد. از برکت صدقه آن مرد خیرخواه از دزدی توبه نمود. شخصی سیوم ثروتمند بود و هیچگاه صدقه نمیکرد. او از صدقه دادن آن مرد صحیح عبرت گرفته احسان کاری را پیشه نمود. از حدیث شریفی که طاووس نقل کرده است معلوم می شود که خداوند عمل نیکوکاران را ضایع نمیگرداند. وظیفه انسان این است که نیت خودش را خالص گرداند. همچنین از این حدیث بزرگی شخصی صدقه دهنده نیز ظاهر می شود. با وجود کوشش خود وقتی صدقه اش در جای نامناسب مصرف شد به سبب آن ناامید نشده صدقه دادن را ترک نکرد، بلکه برای بار دوم و سوم هم کوشش کرد که صدقه خود را در جای صحیح مصرف نماید. به جهت نیت نیک و اخلاص او هر سه صدقه اش قبول شده. خبر خوشی قبولیت آن راها در خواب برایش ظاهر شد. در حدیث آمده است که با صدقه دادن بیماران خود را علاج کنید، زیرا صدقه از آبروریزی جلوه‌گری نموده نیکخواهی و عمر را زیاد میکند. همچنین در حدیث دیگری آمده است که صدقه کردن 70 بلا را دور میکند. کمترین درجه بسا بیماری جذام و برس می باشد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است غمهای خود را با صدقه دفع کنید که با دادن صدقه خداوند متعال ضررهای شما را دور کرده در مقابل دشمنان شما را نصرت می دهد. وقتی یک مسلمان را لباس دهد تا زمانی که یک تکه از آن لباس به بدنش باشد پوشانیده در حفاظت خداوند متعال قرار می گیرد. آمده است در حدیث دیگر ابن ابی‌الجعد می فرماید صدقه دروازه 70 بدی را می بندد. در حدیث آمده است اول صبح صدقه نمایید زیرا بلا از صدقه پیش نمی رود. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ارشاد فرموده است صدقه غضب خداوند را دور می کند و از مرگ ذلت بار با آخرین مردن نجات می دهد. سلام برادران و خواهران، اگر کلیم مقبول شده باشد پادپیسات حرکت لایک فراموش نکنید. اگر پادپیسات حرکت لایک مانید اینه من به شما تشکر.